شوهرتو بالا از دیشب کنم تصویر در کون شوهر ما بریم تو چادر بمال. والا شوهر تو میگه بمال دستم بمال اینجا بمال که دنبال چیز بودی. از همون اول میرفتی با پسر ازدواج. اولش خب اینطوری نبودم بعدا نمیذارم. من کاش اصلا تو رو نمیدیدم هیچ وقت. چی بعد میدونستم شوهرت این مدلیه. ماساژ صدای بوس و تاپ تاپ میده. بازی نمی‌کنی ما. بابا دوستش دارم نمیخوام ببرم این موقع ناراحت شه. برو بابا یعنی چی دوستش دارم نمیخوام ببرم؟ من یاریم داریم شرطی بازی میکنیم. مسخره بازی تو جمع کن. دست بده از اول دست بده. چرا بازی بابا یارم نداره به خاطر من دوستش دارم چیز میکنم. بده من دوباره بر بزن. دوباره بر بزنی. یا خب از شما بر بزن. من بر میزنم. بده داداش بده. مثلا اینا دیگه شما حاکم باشه. یک بنداز ببین کی حاکمه. آره اینجوری گرمای بدنت رو احساس نمی‌کنم. در راحت باش. بر بزنید. اگه بازی نمی‌کنید با فکر کار دیگه کنید. دست بده. ما حاکم بودیم. بها حاکم ما. چرا ما یعنی کی؟ فکر کنم شما اشتباه گرفتی شخصیت‌ها رو. چطور؟ ما زنتونیم ما. چه ربطی داره؟ ما رفیقیم همدیگر دوست داریم. رفیقی؟ بیا رفیق. یه ماه مثلا الان با هم رفیقی رفیقی دوست داریم. یارو 10 سال رفیقشه اینجوری ماچو بوسه نمیکنه. به خاطر اینکه ما به هم دل دادیم. ببریم دیگه داره. آقا وای اگه بردیر میزنم یه بار ما. نه الان میزنم. بیا بر زدن. نه بشین 1 2 3 4 یا خواهی یا گوش. آقا هک کن بر میزنم. هک کن. خود چشای رسول. دستت بزن. چه چشام رو همه چی بسته. حالا ما دیگه دارید به هم میزنید. یا خوابید یا گشنتونه یا میخواید همدیگه رو ماساژ بدید. دستتو بردار از رو پاش. رامی زشته. زشت چیه؟ رفیقی. بده کمرمو میمالی. آقا هک کن. بابا بذار هک کن. کمرش آبی گرفته. الان مد میری با هک دل رسول. هک دل داداش بیا. بابا تو با منی. نه من یارم. خب دیشب با هم یار بودیم. هک دله جان 3 4 5 داداش میگی تو لحظه لذت ببر. ببین کمر من. بابا وایس بریم یه دقیقه. آقا ما الان بچه‌ها بازی لذت ببرن. آقا چه گیری به مساژ شدی؟ آقا یه دست یه دست یه دونه اضافه است. اشتباه میزنید نه بابا دستتو بعد اینجا باشه اونجا. دیشب کلاج گرفته داداش پاش درد میکنه. من دارم پاشو میمالم. اینجام داداش اینجا. رامین حالم داره. لیزر رفتی؟ آره من باید برم. اینجا من آشنا دارم. تابستون گرمه. موهای بدن اذیتم خاصی بگو دیگه. باشه بازی بکنین. حالا هم داری به هم میزنید. چندشا بردارید. چه چندشی؟ کل دنیا لیزر میکنن. لیزر دیگه. بردار اینو بردار. این واسه توه. اصلا حواستون به بازی نیست. بنداز تو حاکمی. داداش دست تو بردار. فکر کنم دوتایی میومدن بیشتر بهشون خوش. آره واقعا. یه سفر دوتایی هم باید قش بریم. قش بریم. اصلا چرا قش بریم؟ چه غلطا. برای چی؟ ما رو ببرید تا شمال دوتایی با هم دیگه بریم قش. بیا داداش قش نمیخوام. میریم استخ سونا بخور. بازی نمی‌کنم بچه‌ها. بازی کنیم. سونا بخور. داداش این بهش قلبت حک لازم. من نوکر. من دارم ولی میخوام پایینتو بزنم. صفا. من بازی نمی‌کنم. بابا اگه نمیخوای بازی کنیم بریم. بابا یار من شاه دل داره میگه من به عشق قلبت میخوام پایین بزنم. یعنی چی؟ اینا چرا اینجوری میکنن؟ بهار اینا چشونه؟ من بازی نمی‌کنم. اونو ول کن بازی تو سر من بخوره. اینا چشونه؟ برو ببین شوهر چشه دیگه. شوهرتو بالا از دیشب تصویر در کون شوهر ما بریم تو چادر بمال. والا شوهر تو میده بمال دستم بمال اینجا بمال. شوهر من اسکل. شوهر تو سنش بالاتر هست یا نه؟ عقل نباید داشته باشه. یکی وقتی داره چیز میکنه من بیا تو رو بمالم. تو باید بیای سمت من. عقل نداری شعور نداری. چه غلطی میکنن؟ برو جلوشونو بگیر. چی داری میگی؟ چرت و پرت میگی؟ شورشو در آوردن. یه روز ما رو آوردن بیرون. خاک بر سرم. بهار در باز کن. بهار چه غلطی داری میکنی؟ پاشو ببینم. پاشو بابا کمرم گرفته. بیا بیرون. بابا پاشو بیا برو. گم شو. بیا نگاه بیرون. کن شوهرتو. گم شو. بیا برو نگاه کن. بیا برو بیرون. چه غلطی داری میکنی تو؟ چیکار دارم میکنم؟
2 دقیقه کمرش درد میکرد رفتم ماساژش بدم. این کمره؟ نمیذارن اینجا زندگی کنیم ما. شلوارش جزء کمره. بابا خب اینجاشه چیکار کنم؟ بین مهره یک و دومه. سنت خجالت بکش. آخه من چیکار کنم آبجی؟ داداش اصلا نشده. چی شده؟ ماساژ صدای بوس و تاپ تاپ میده. مهره یک و دومه. میزنی. مهره کدوم داره جا میندازه. در رفته پشت فرمون بودم. بابا ببخشید ناراحتت. بابا چرا اینا اینجوریه؟ ما خارج به دنیا میمدیم راحت واسه خودمون زندگی میکردیم. والا میگم واقعا متاسفم. من واسه تو مالی چه غلطی میکنی شما آقا دیشب تا حالا؟ ماساژ من رامین دوستش دارم. گوه خوردی که دوستش داری. دوستش دارم باشه. داداش محکم باش. پاشو. ولش کن پاشو. گریه نکن رسول گریه نکن بیا بریم. نمیذارم تو زندگی کنم. بیا بریم راحت بودی. بیا بریم داداش. بریم تو شادی. بیا داری گریه میکنه بابا شما به درک رامی ولش کن رامی بهار ولشون کن بذار هر غلطی که دلشون میخواد بکنم بیا ما ماشین رو برداریم بریم. رامی سویچ میشه من نگاه اینا ها الدنگ اوبی الان میام یه دقیقه وایسا. تنها بذار. قرآن مجید میرم رامینا. رامی الی یعنی واقعا تا پس شوهرت بر نمیاد؟ الی واقعا پس شوهرت بر نمیاد؟ خاک تو سرت. خاک تو سر من. خاک تو. الان میام. نمیدونم دارن چه غلطی میکنن. من رسول تو کی تا الان این کاره بودی؟ بابا ما الان اگه با یه دختر دیگه بودیم میگفتیم زن داره اینجوریه اونجوری. الان که دیگه رسول دیگه این مسخره بازی تو چیه؟ فلان شده سگ تو روح. چرا از اول به من نگفتی من تکلیف خودمو بدونم؟ چرا باید بدونی؟ مگه چیه؟ مگه چیکار کردم؟ اینطوریه منو بهارم بریم تو چادر. میتونید برید. همون شوهرت زندگی منو ریخته من بسه. من با تو بیام نمیتونی. بهار جیغ نکن بشین ببینم. برو بپوش بریم. ببرد شوهرت رو انگار حالا رسول آزلی نداری؟ خوش شده. بذار برم عاده دارم تو ماشین بیارم بمونم بپاتم. من میرم. عاده نمیشه داداش. مگه بمونم؟ کسخولم مگه من بمونم اینجا؟ کجا میری؟ تو اینم به تو میگم که خاک تو سر تو با این سنت. یعنی با این سنت ریدی تو زندگی من تو. بابا چه ربطی داره؟ یعنی خدا لعنتت کنه. فقط ببین داداش باید جوالیمو میآوردی. فردا میبرمت آزمایش. آزمایشگاه دهن تو ببر. تو ببر. از زندگیمو برید بیرون. خاک تو سرت. بیا بریم بپوش. 20 ثابت بپوش به درک. اشکم زده. تموم میشه این روزای سختم تموم میشه میریم آلمان با هم دیگه زندگی میکنیم. من همینو این نه تا قرون آخر مهریه‌مو از اون حلقوم من ماشینمو میفروشم مهریه‌شو بده. مرتی که اوبی برو منو تو جدا نکن. آره اوبیه خدا خاک تو سرت. داداش رفتن یه ساعت واسه خودمون اشغال میکنیم. آره غلط کردی سویچ میخوای بیا بریم. اینا دوباره رفتن تو چادر. وای خیلی نامردید. بیا بیرون یعنی اینقدر بیشوری. مهریه‌تون میفرستیم در خونه. رامی یعنی واقعا عین خیالت نیست. رامی من دارم میرم. رامی رسول ناراحت کردی تو. رامی من دارم میرم. برید هر جا میگی برید. خدایا بدبخت شدم. خدایا کاش با اینا رفت آمد نمی‌کردم. من کاش با تو رفت آمد نمی‌کردم. من کاش اصلا تو رو نمی‌دیدم هیچ وقت. من می‌دونستم شوهرت این مدلیه. برو شوهرتو جمع کن. کلاتو بذار بالاتر. چی شوهرتو جمع کن؟ شوهر تو سن خرو داره. سن هرچی وقتی یکی برو نگاه کن. یکی در بازو ببینه چیکار میکنه؟ میذاره توش. بیا منم در باز تو من نشون بده. من میذاره توش. نه عزیزم مشکل از رامی. بابا مهره کمرمه. رامین بلند شو. رسول یا میای بیرون رسول یا به قرآن زنگ میزنم مامایتون شما نگفتید مهریه ما رو بدید ما میریم. من میدونم با شما. بابا شما دو تا با هم ازدواج بکنید ما هم دو تا هم با هم.
یه بار اومدیم تو تفریح چرا نشستی؟ بیا میرسونمت خونه برو هر غلطی میخوای بکنی با این شوهرت منم میام یه خاکی تو سرم بریزم نمیتونم سرگیجه دارم پاشو بریم نه داخل یه چیزی چقدر شما جهان سومی خاک عالم تو سرت بکنن رسول یه روز آبرومو بردی همه دارن نگاهمون میکنن چه نگاه میکنی؟ یه روز اسکل یه روز ما رو آوردی بیرون خاک عالم تو سرت بکنن تو اگه این کاره بودی تو اگه دنبال چیز بودی از همون اول میرفتی با پسر ازدواج اولش خب اینطوری نبودم بعدا اینجوری شدم اینجا نمیذارم اینو دوست داشتم برید حالم داره گمشید از ایران برید طلاق ما رو بدید برید بیا سفارتخونه بگو بیا سفارتخونه بگو بذار ما بریم فکر کن رسول من از سر کار بیام خونه بیام رسولی نهار چی داریم قربون شکلت برم تو بگی قربون سبزی پاشو بریم پاشو وای سالا شیرازی واسم خورد کنیم وای یه چیزی میکنم تو سرتونا بریم به ازیسی بچه واسه خودمون بیاریم جکسون میشه چیز کنیم میشه نه اونجوری اذیت میشه هیکلت به هم میزان دوست نداره نه خب خدا شو یکی مرد خاک به سرم کنم این یکی هم بمیره داداش دیگه تو ایران اشغال میکنیم خدا لعنتتون کنه حالشون بد بهار بابا شوخی کردیم بابا شوخی کردیم بابا اونجا دوربین گذاشتی خاک بر سرت بکنم بابا خب بابا شوخی کردیم اونا دوربین بهار جان خدا لعنتتون کنه خب چرا این کارو میکنی بابا یه دوربین مخفی هم شما جنبه ندارید بهار بهار خوبی؟ ما رو اسکال میکنید آره ولی ما واقعی گفتیم آره ما واقعی گفتیم ببین چشم ماس کردم دوربین رو دیدم خاک تو سرتون و خاک تو سرتون خاک تو سرتون خاک تو سرتون چقدر خوبه فلان بشه رسول بریم چادر داداش برید آره برید پس